در آغاز باز یک روز نو به شما عزیزان درود میفرستم از پراگ، از جمهوری چک و حالا در اینجا صبح بر وقت است و ساعت با وقتی اینجا رسو هفت است و با وقتی دوشنبه ده و چون همه روزها امروز نیز سرخبری است چی در تاجیکستان و چی در دنیا و در چند دقیقه دیگر من برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان رو میرسونم تا اینکه شما در جریان تحولات تازه باشید. شروع میکنم از اون که بگوی 17 آگوست در شهر توشکند شام دوستی تاجیکستان ازبکستان برگزار خواهد شد. در این مراسم مولا رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان اشتراک میکنند. وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که هیئت هنرمندان تاجیک برای شرکت در این شام دوستی الکی به ازبکستان رفتند و شام دوستی در کاخ فورم های ازبکستان صورت میگیرد گفتند در این وزارت. هیئت هنرمندان تاجیک 170 نفر شاملند که توسط گذرگاه سرحدی اویبک به شهر توشکند رفتند، از جمله دولتمند خولف، ادهم خالقов، سید قل بلولов، تهمینه نیوزی و محمد رفیق کرامت الله عضوخانه شناخته کشور به این هیئت داخل هستند و رسانه‌های ازبکستان هفته گذشته خبر دادند که پرزیدنت مولا رحمان روزهای 17 و 18 آگوست با سفری دولتی به توشکند میروند و باز هم به قبل همین رسانه‌ها در جریان سفری دولتی مولا رحمان با ازبکستان بیش از 20 سند و سازشنامه از جمله سازشنامه درباره شریکی استراتژی و تعیین و علامتگذاری مرزی دولتی دو کشور امضا خواهد شد. باید گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان بار آخر سال 1998 با سفر دولتی به ازبکستان رفته است و ما حتما جریان سفری پرزیدنت تاجیکستان رو به ازبکستان پیگیری خواهیم کرد و تفصیلات رو به سهم شما البته میرسونم و رو میارم به ولایت ختلان که در ساختار انبار بازار مرکزی شهر کلوب مدیر انبار این بازار رو گناهکار میدونند. در این باره سرداری خدمات آتش نشانی شهر کلوب به خبرگزاری خبر گفته است. با گفته نامبرده معین گردید که با سبب‌های نامعلوم مدیر انبار بازار اول انبار را خالی کرده است و سپس برقصانه آن را آتش زده است. بعد قبول نمودن بانک ساختار فوراً 5 نقلات ساختار خاموشکنی به جای حادثه حاضر شده آن را سری وقت خاموش نمودند و با گفته این نهاد آتش ساعت‌های 12 و 15 پورا خاموش گردیده پیش روی پنجشنبه علنگه به دیگر قسمت‌های بازار گرفته شده است. خب طوری شما هم میدانید و ما دیروز خبر داده بودیم ساختار در انبار بازار شهر کلوب شب دیروز سر زد و هزارها سامانی زیان رو در پی داشت. و حالا می رویم به روسیه. در بحث مهاجران تاجیک و ارمنی در نزدیکی ایستگاه متروی الکسییوسک شهر مسکو یک ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان کشته شده است. مسئولین نمایندگی‌های رسمی تاجیکستان در روسیه گفتند که حادثه شب 14 آگوست رخ داد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه در صحبت با رادیو زودی گفت که رستم جان خیرالله از ضرب کورد یک مهاجر ارمنی سخت زخمی شده در بیمارستان رقم 71 مسکو جان داده است. او همگی 25 سال داشت. احمدی گفت که حادثه در حمام کارگاه مهاجران واقع در نزدیکی ایستگاه متروی الکسییوسک به عمل آمده است. مهاجران تاجیک و ارمنی پس از کار شستشو می‌کردند. میان یک تاجیک و ارمنی جنجال لفظی به عمل میآید. ارمنی رستم جان خیرالله را به کورد میزند و به قول منبع سفارت و نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه قضیه را جداً پیگیری دارند. کارمندان سفارت و نمایندگی از بیمارخانه و کمیته تفتیشاتی ناحیه کنسه و دیدن کردند. مهاجر ارمنی دستگیر شده نسبت به او بر اساس ماده 105 قانون جنایی پرونده باز شده است. افزود او در همین حال وکیل دفاع عزت امان در صفحه‌اش در فیسبوک گفته است که جسد رستم جان خیرالله در بیمارستان متروی الکسییوسک قرار دارد و از نزدیکانش خواسته است او را بگیرند و اینچنین ادعا کرده است که پلیس می‌خواهد گمانبر در قتل مهاجر تاجیک را رها کند. خب حالا می رویم به افغانستان. مقامات دولتی در افغانستان گفتند که بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی در محله شهرنشین کابل 48 نفر کشته شدند که اکثر آنها دانش آموزان هستند. شخص حمله‌ور بعد از ظهر چهارشنبه 15 آگوست به مکتب خصوصی مهدی موعود در منطقه دشت برچی کابل رفت و مواد ترکنده را در داخل یک سیمخانه کلانی پر از دانش آموز انفجار داد. سخنگوی فرمانده امنیت کابل به بخش افغانستانی رادیو زودی گفت که شخص حمله کننده پای پیاده نخست داخل این مرکز آموزشی شد و خود را ترک کند. با گزارش خبرگزاری‌ها در یکی از سیمخانه‌های این مرکز
آموزشی دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی آمادگی می‌دیدند. این سخنگوی پلیس تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. معلوم نیست که هنگام رخ دادن ترکش چه تعداد از دانش آموزان در این مرکز بودند. یکی از دانش آموزان که شاهد حمله بود گفت در وقت روی دادن حادثه حدود 100 نفر در این مرکز آموزشی بودند، ولی مقامات هنوز این آمار را تایید نکردند. هنوز هیچ گروه همین گونه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. هم گروه طالبان و هم داعش در ماه‌های گذشته در کابل حمله‌های مهم و پرتلفاتی انجام دادند، ولی گروه طالبان هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه به مرکز آموزشی مهدی موعود را رد کرده است. خب برمیگردیم به تاجیکستان. در اینجا بررسی شکایت کاساتسیونی ژورنالیست خیرالله میرسعیدوف تا یک هفته دیگر متوقف شد. قرار بود صبح 15 август دادگاه ولایت سوخت به بررسی شکایت کاساتسیونی رهبر گروه کوین محکوم شده به 12 سال زندان نظامش سنگین شروع کند، ولی صبح چهارشنبه مرافعه برگزار نشد و تا 22 август متوقف گردید. موضوع بحث نارضایتی میرسعیدوف از حکم دادگاه شهر خوجند است که روز 11 ایول او را با ازاین خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت و پخش کردن معلومات بر دروغ گناهگار اعلام کرد. دلافروز صمد و وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت سودیایی که هنگام صادر شدن قرار در زمینه انتخاب چاره پیشگیری حبس در پرونده میرسعیدوف شرکت کرده است، برای اشتراک در بررسی کاساتسیونی تعیین شده بود و موافق قانونگذاری عمل کننده به گفته وکیل دفاع هر سودیایی که در کدام بخش این پرونده در مرافعه پیشینه اشتراک کرده است اجازه شرکت در مرافعه‌های آینده را ندارد و از این خاطر گفت که چنین طلبات برای تهیه زمینه‌های ابجکتیوی بررسی پرونده در زینه دیگری دادگاهی عمل می‌کند. حالا گفت صمد و برابری معلوم شدن این واقعیت که یک سودیا در مرحله گذشته پرونده میرسعیدوف شرکت کرده است، قرار این شد که بررسی پرونده یک هفته دیگر برگزار شود، یعنی هفته بعد، و حکم دادگاه خوجند در نسبت میرسعیدوف تا حال مورد انتقاد و توجه ویژه کشورهای غربی و سازمان‌های حامی حقوق انسان و آزادی بیان شده است و علاقه آنها چندین اظهارات را نیز در این زمینه پخش کردند. و بیننده عزیز تشکر میگویم که چند دقیقه با ما بودید و خبرهایی بودند در دست من که میخواستم آن را با شما در میان بگذارم و البته خبرهای بیشتر از این هم داریم که بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش زنده من آن را حتما به سهم شما میرسانم.